یه موقعیت فرصت برای مسی ها، یه پاس دراز تیر دروازه. چه فرصتی از دست رفت برای تیم مصر. باشگاه اروپا این ضربه رو مهدی بود چطور میزنه، خوب زد و واکنش گندوس هم خوب بود، ازش عبور کنه ارسال به روی دروازه، یه ضربه سر از بر واکنش استثنایی احمد گوهری. یه فرصت این سمت هست حالا برای گل مساوی میزنه مارسا شکوری، حالا سوپرمن شده برای هوادار، بازم با پا ارسال ضربه سر، یه واکنش فوق‌العاده از بیرانوند. زده میشه به سمت دروازه و حامد لک دروازه مصر افسنجان رو نجات میده. یک تیم رو انجام میده حامد لک. دیدی که همچنان در اختیار یاران تراکتور است، ریکاردو آلوز و نجات دروازه فوق‌العاده از این دروازه‌بان. باز هم ابتکار عمل در اختیار خودش خواهد در پایان این حد. خدای من چه شوت با کلاسی زد تومیسلاو اشترکالی. آذربایجان میفرسته یه ضربه سر و باز هم این واکنش داده اخباریه که مانع باز شدن دروازه گلگهر میشه. مهدی تیکتری شوت زن، تیکتری ببینیم گل میزنه یا نه. نشد. دروازه آلومینیوم عراق رو نجات داد 20 ساله جویای نام.